راستش رو بخواید من سالها پیتزاهای افتضاحی درست می‌کردم. یه بار خمیرش انقدر سفت شد که فکر کردم دارم یه تخت چوب می‌جوم. یه بار دیگه هم انقدر نرم بود که داشت از دستم میریخت رو زمین. ولی بعد از صدها بار تلاش و خرابکاری یه چیزایی یاد گرفتم که همه چی رو عوض کرد. حالا میخوام همون رازها رو باهاتون شریک بشم، چون زندگی خیلی کوتاهه که پیتزای بد بخوریم. خب اولین چیزی که باید بدونید اینه که پیتزا از خمیر شروع میشه و خمیر خوب یعنی چی؟ یعنی صبر کردن. آره، همون چیزی که هیچ کدوم از ما دوست نداریم. ولی باور کنید وقتی خمیرتون رو 24 ساعت تو یخچال بذارید تا تخمیر بشه، طعمش با اون خمیری که الان درست کردید و الان میخواید بزنیدش تو سر، زمین تا آسمون فرق داره. من یه بار عجله کردم و 1 ساعت بعد از ور زدن خمیر رو پهن کردم. نتیجه یه چیز شبیه نون سنگک ضخیم که هیچ حسی نداشت. ولی همون دفعه بعد که صبر کردم، خمیرم انقدر هوادار و نرم شد که وقتی قازش می‌زدم حس می‌کردم دارم از یه ابر لقمه می‌گیرم. پس راز شماره 1، به خمیرتون زمان بدید تا نفس بکشه، استراحت کنه و شخصیت پیدا کنه. حالا بریم سراغ سس. خیلی‌ها فکر می‌کنن هر سس گوجه‌ای کارو راه میندازه، اما نه. من یه بار سس کچاپ معمولی ریختم روی پیتزام. نتیجه یه چیز شیرین و عجیب غریب که بیشتر شبیه دسر بود تا پیتزا. سس خوب باید ساده باشه. گوجه‌های له شده، یه کمی نمک، یه ذره پودر سیر و شاید یه کله سیر له شده. همین، نباید بپزیدش. فقط مواد رو قاطی کنید و بذارید کنار هم بشینه. وقتی این سس رو میمالید رو خمیر، باید حس کنید دارید یه چیز تازه و زنده میذارید روش، نه یه چیز پخته و بیرو. پس یادتون باشه، سس باید تازه، ساده و پر از طعم باشه. بیایید راجع به پنیر حرف بزنیم. موتزارلا انتخاب کلاسیک و عالیه، ولی اینجا یه نکته مهم وجود داره: رطوبت. من اولین بار که یه موتزارلای تازه خریدم خیلی خوشحال بودم. ریختمش رو پیتزا و گذاشتم تو فر. وقتی درآوردم تمام پیتزام یه دریاچه آب شده بود، چون اون پنیر تازه پر از آب بود. پس اگه از موتزارلای تازه استفاده می‌کنید، حتما قبلش آبشو بگیرید. بذاریدش روی دستمال کاغذی حدود نیم ساعت. یا اگه عجله دارید، از موتزارلای رنده شده کم رطوبت استفاده کنید. و یه نکته دیگه، نریزید 1 کیلو پنیر رو پیتزا. در حد مناسب استفاده کنید تا هم پنیر ذوب بشه، هم طعم بقیه مواد حس بشه. خب رسیدیم به مهمترین قسمت: پخت. اگه فکر می‌کنید میتونید پیتزا رو با 180 درجه بپزید، من باید بگم که اشتباه می‌کنید. پیتزای واقعی تو فرهای 400-500 درجه‌ای پخته میشه. حالا فر خونگی ما که اونقدر داغ نمیشه، ولی حداقل باید فرتون رو به بالاترین دمای ممکن برسونید. من یه بار با 200 درجه پیتزا پختم. بعد از 20 دقیقه پیتزام هنوز نپخته بود و پنیرش داشت میسوخت. ولی وقتی فر رو به 250 درجه رسوندم و یه سینی داغ داخلش گذاشتم، پیتزام تو 8 دقیقه طلایی و ترد شد. پس فرتون رو حداقل نیم ساعت قبل روشن کنید و بذارید کاملا داغ بشه. اگه سنگ پیتزا دارید عالیه، اگه نه یه سینی فر رو وارونه بذارید تو فر تا داغ بشه. پس اگه میخواید یه پیتزای عالی درست کنید، فقط 4 تا چیزو به خاطر بسپارید. به خمیرتون زمان بدید، سستون رو ساده و تازه نگه دارید، با پنیر زیاده روی نکنید و فرتون رو کاملا داغ کنید. اگه این کارا رو بکنید، من تضمین میکنم که پیتزاتون از هر پیتزا فروشی بهتر میشه. حالا برید و یه پیتزای عالی بسازید. و اگه اولین بارتون خراب شد، نگران نباشید. منم 100 بار خراب کردم تا یاد گرفتم.